سلام علیکم مندانم باشه ماما جان خیریته چرا هستی ماما جان خیریته برارم خداوند شما خیر بده ماما جان این بری بوری بیا من اینجا پیش کسبنده شما آماده بیلا این برای شما نیه کوکا این برای امرنگ زیاده برای شما نیه اینا بله اینا شما نیه ماما جان اقلی ما دیشب گم شد دیشب 10 سال نانم واکده برات به سلام سایه که تنبکو بستونم یک دم بیا آمده سعی میکنه که برای عطا قبل بیرو شده پیش کسبنده رفقا خو از کجا هستیم شما بله شما از کجا ما اقلی لومبیده اقلی لومبیده بخور بله آنی پینتر چهار پینتر گوسفند ما ها اون امرنگ مو گوسفنده برو گوسفند امرنگ برو جزیا این که بگیم امرنگ ما خود خیلی یادمایه نیه دیگه میگم امرنگ هم خیلیه نیه این گوسفنده از مون برو ماما شما خود به خان ما مندازین او از سرا به در شده یا همسایه تو برده یا دیگه کس وردشته برده برو تو ماما جان پیارم شما خور به خان ما نندازین گوسفند ما نگو مسئله بیری شده نانی ما بدفته براتم بکو چلی شما عقل برو در تو خور به خان ما میندازیم ما کی خور به خان تو انداختیم تو بیامدی میگی گوسفند ما به تا گوسفنده تو نه این گوسفنده امرنگ خیلیه برو ماما جان گوسفند از سرا تا قبل بیری شده پا به قبرستون رفته آنیه بیا بریم نگاه کن خب بریم من نگاه میکنم گوسفند خود دور میشناسم نشینی هایو آنی ماما آنی فقط خودی آنی یک روزی خیلی من به عذاب کرد نصف گوشیرم بجویدم اینیه برو جویه خود مونیه بابا می گوش و می دندونا من جویده شده ماما برو کیشای تو به دلم اینا نیه اینا گوسفنده خود مونه ای امرنگه نه اون اینا امرنگا خیلی داره میگن ای هم نیه میگی نه ای هم نیه ماما جان سعی کنیم برای گل من آنی گوسفند من همی هم نیه برو جو اینا نیه چند دفعه برای تو بگم اینا گوسفنده خود مونه گوسفند شما همونجا گم شده ای برای او چی او هم نیه تو به زبان خوش نمیفهمی همی تو داره چند تومن بغلا تو بزنم که تو هم خونه جسته کرده بری نه ماما ببخشید ماما جان به زبان خوش که نمیفهمی ماما جان ماما یک برای گل من برای من یک گوسفند که تدنبیز چیز ایتا بغلای چینده بیدک نیست با کلم چینده بیدک مثلا گوسفند پینک گوشی هم من مثلا یک روز خودم جنجال که چه زمین من با عذاب که برابر به علفا مردم میره گوشی را من بجویدیم نشونی بزیدی چینی که بغل گوشی جویده و دندونا ما شما ندیدیم برا ندیدم کجایه؟ این که برا شونیه خجالت کش برو برات کار خو من گوسفند تو چی میشناسم همین تو خود تو بینختی به جلو باسکل زالی پورتو دست تو مشکست گوسفند به تا کسی منه که تو بیای بود بری تو بودم شما برا کو چرده بر خو سیکو به دست به چیه خب شما میگه تا کیسی منه فکر کنم یک چند تخت کمبوتی داری تو بله جا شما خیلی 90 تا ماشاءالله به نظر تو به تامی کیسی ما گوسفند جا میشه خب برای گل من چی میفهمیدون دیدم شما کیسی خود نشون دادین وقتی که من با اسکات و برختش شما سعی میکنن کیسی شما فقط میگی او خورگویه من گفتم حتما گوسفند قایم کردین نگه برار حالا میتو گوسفندی ندیدین گوشی جویده باشه بدن دونامه اشته کنم بلا افتاده ما خودی از کار کنم اسم تو چیه؟ بله گیله ای خدا تو خیر بده گیله یک هفته پیش بیویم گوسفندی پیدا کرده نه یک هفته که چند روز میشه 7 روز نه بابا دیشب به دم کوازان شون بده آفرین دیشب پیدا کرده نه بابا عمه شما همین جادر که بگیریفتی خب بله به خاطر من میرم با بار مله بله همین کوچه تو بگی برو مستقیم تاس را اگه اونجا بستن بله خب بیبی من را تیر میشه بعد از او گوسفند تو
حتما به دست بیبی منه همینجور که بگی گوسفند من بده بیبی من گوسفند تو برال بده. بیبی شما برار کمربری کیه یا نه ایت مثل شما دبالیه؟ چی گفتی تو؟ نه برال خب من کمربری که بیبی من؟ ها؟ بردار می خشت من فرق تو بزنم برال بیا بسته تو برات خود سیاره کنم که کیف کنی همین سرک بدیدی؟ بله من تا سرک بسته خب موتر رو تیر میشه بیبی من به تا موتره بله موتر هم ای میکنه خب. همین فورا گوسفند تو با پشت دکی موتر وردار برو برات کار خود خب برال پرسیدن ایوی باشه اسم بیبی شما اسم شریف بیبی شما چیه؟ آستتر بگو آه کسی اسم بیبی خور بلند نمیگه بله اسم بیبی من قلقوته قلقوته قلقوته‌ای قلقوته بیا عد بگو قلقوته‌ای قلقوته‌ای اگه اسم بیبی من چپه بگی که کسی گوسفند با تو برال بسی نمیده لبز شما گردن آبان بشه اگه من بفهم که چی لبزه قلقوت. این لبز شما مدیریه یا پیری؟ آخه اسم بیبی منه قلقوته‌ای قلقوته‌ای برو بابا جو همینجا هم لب سرک بستن همین سرک بابا برو همین سرک کلون بله موتر که تیر شد بگو قلقوته‌ای سوری که برات بخود سیاره کردم که ایرون با حال خوب بمونی السلام علیکم مونده نباشین برارم ببخشین برارم همین فارغون خودم دیگه یک دقیقه بگذاریم مونده نباشین برار بله برو مونده نباشین برار خوبی سلامت برار جان یک چیزی گوسفند ندیدیم گوسفند خو خیلی گوسفندی چه یک بیبی که اسمی قلقوته همین بیبی یک یک خاله باشه بیبی یک مرتکه اسمی قلقوته چی؟ قلقوته خاله چی بایی تو آجی؟ برار گوسفندم دیشب نانیم دیشب گوسفندم را قبل یله داده در سر واقع برفته به سر همسایه ما برای تنبکو فهمیدی؟ گوسفند تا قبل بیری شده 4 تا دیگه هم بوده اصلا تو معلوم است چی میگی؟ این چیه؟ قلقل با چیه؟ اصلا برو رد اسم همه اسم هیچی همه اسم همه گوسفند ندیدی تو ما برو بلافزه تو نمیفهمو خودی برو ما گم گبزی گم سیکو چی میگه؟ کی نی؟ گنگه برار من؟ برو منه خب من بزی چی بگم شما برار یک گوسفندی مثلا ایتا گوسفندی ندیده باشیم گوشی جویده قلم ما بد جویدم گوسفند ما ای چی بگم ای اشاره کو چی میگه قبل نمیزنه اشته کنم برا ابد گوسفند ما گوش بد جویدم خاطر که بره به گندم و شیلیا مردم گوسفند ما دیشب نانیم چلیم میکشی تنبکو میفهمی ای چی میگه من چی بگم این میگه نمیفهم میگه ما نسوار مندازونه سرقی این نمیفهمه تو چی میگی اشاره گبزی برار ببخشیم اینا گفتیم برار شما نه بله اینا برار خورد شما نه یا برار کلونه برو خوش دمر نوش و از اینا کتتارو نوش شما از اینا کتتاری نمیفهمی برو یه بیچاره هم خدای شفای بده بیچاره گونگ گپ زده نمیتونه یک وجیبی هم که چی نگم چون میگه چی کار فلانه چه کنم من گوسفند از کجا بیارم بابا نه شما چی بگم من حال قیامت چی بید که میرفتیم تنبکو میخریدیم یک شب نکشیم قرنشه نکنه
برار جان سلام علیکم برار خیریت چی گپه؟ برار یک گوسفند ندیدین گوشی و چیز باشه گوشی مبد جویده باشون تو برو جو اول گپ زدن خود نمیفهمی دیوم راه رفتن خود دل مربت تلقوندی ما گفتم چی گپ گوسفند کجا بوده گوسفند ما دیشب به تا قبال بیده بیاین برار به می سایه بستکیم همه سایه بستکیم مفتاح به تپ پینک مفتاح برار جان گوسفند ما دیشب به تا قبال بسته کنه بیده به پیش گوسفند دیگه 4-5 تا دیگه هم هسته بفهمیدین خوب نانه مر خدا خیر بده در سرار وا کرده که بره به سرا همسایه ما تنباکو بستونه تنباکو های خلاص شده بی چوب بلک میکشن همه میترسه که همه تنباکو برا اگه نرسه بزو به کل غطی میشه سیمایی شرطی میشه سیما اصحابه بفهمیدیم بعد براره که شما باشیم دمی که من بیام آدم سعی میکنه که گوسفند لنگینیه بالاخره گوسفند شما از سرا بیرون شده برفته تو داستان نانه خود چرا به من اختلاط میکنی یک چیز دیگه ما از تو پرسان کن تو از کجا هستی که مطالعه می تو آدم به این منطقه ندیدم بخو تو از کدوم قلعه برو ما برا قلعه لنبیده خب حالا من چه کار کنم من چی خدمت کنم به تو گوسفند تو گم شده من چی خدمت کنم به تو ما گفتم برو بیت داره برار خوربه گردم گریه نکنی من رای به تو نشون بدم که پس گوسفند تا بابا من خوردگی چاپ کردم من ریزی بدید به 16 ساعت خریده بیدید باشتری بعد ماستم خب اگه تور دیستی چرا گوشی جویدی پس خب گوشی به علفا مردم خور منداخت به شیلیا منداخت به گندما منداخت به حرفا من نمیکن اصلا من خراب شد برفته که به تک گوشی نصیحت کنه برفته گوشی به دهن مامتا جویدم خیر غمی نداره حالا گریه نکنی من با تو یک لالا گپ من میشه من کار دارم خب برو به صاحب کارتونو برو باشه به تو راه نشوندم که پس گوسفند تو به دست تو بیاید اینجا پیش گریه میکنی چی فایده داره چی رو برو برو به کنار سرک بشید نه نمازدگر خیرات جمع کن پول گوسفند تو پیدا میشه بیار بده به دست من که برو تو گوسفند بخرم میشه برو ها اشته نمیشه خب برو اگه من مثلا برم اینجا بچین که سلک برم چی طریق بگم گریه کنم بی گریه دستا خود دراز کنم بگم برو دلا کمک کنین گوسفندم گم شده میگه مرتکه گوسفند داره خدا میدونه 2000 گوسفند داره راه حل به من یاد ده برو جامال که تمیت به پیشم به گریه نشدی دل معموله به تو بسو که من میرای به تو نشون دادم این مشکل نیه فقط هر کسی که نمیبینی بگو خونه مرسل برده مردم دل اینا میسوزه به تو کمک میکنن آخر بنه سعی کن برو جان از این کوچه برو رام نزدیکه 4 قدم راه برو همینجا تا نمازدگر بشی بخون من نمازدگر که سر کارم آدمی میام هر چی پیدا کردی به دست من به تو گوسفند میخرم خب برو بیا این دیگه با خاطر بگن اگه بریم مر بزی میدم من به تو میخرم دیگه بری من میرم خودت تو بیا اگه گپ من نبیای برو من به خاطر به سر کار میرم برو خود مگردم من جار به تو نشون میدم من میرم با نمازدگر میای خب سایه بریم جار با من ها بریم نمازدگر به کجا بیام برو لالا جو تو نمازدگر تو یک دفعه پول پیدا بکو جا کو بیا برو بیا آنی برو آنی هم سرک هر تا پیک اینجا بشینی مردم تیر شه به تو کمک میکنه آنی اینجا بشینی اونجا با وسط سرک میشینی اینجا بشینم ببینم من ها با وسط سرک بشی ویش کو که تو با موتورا بازار نکنه که ادی که مست بشی تعریف پیدا کنی جنجال و کلونی با خلق نشه با مردم برو خب میبینم مردگه نمیبینم آدم که هر جا شیشته باشه کسی میبینه به شرط که تو به رقم یا بفهمی دیگه خوبه گریه فرشانه خیلی میکنی برو خوبه گردم خوبه بریم خدا حافظ من میگم سر کار میرم خوبه خوش آمده خدا حافظ خیالم داشته یه مرمه برادر کمک کنید کمک کنید گوسفندم یعنی این مرتکه که گفتن نگو که گوسفندم گم شده و گوسفند مگو مرتکه میگه اینا گوسفند داره برادر خونه مرسل برده من یک ها پول ندارم